این گونه قوطی‌های پرتو در 10 موضع‌های سرآدمی حدود شهر خوجند گذاشته شده است. مقصد تنها پرتافتن ظرف‌های پلاستیکی یا خود بکلاشکاها می باشد، چون از نمود و شکل قوطی معلوم است که چرا باید در داخل آن گذاشت. اما امروز وضع برعکس شده است. ساکنان شهر در چنین قوطی‌های مخصوص به جای ظرف‌های پلی اتیلنی همه نمودی پرتوها را می‌پرتویند. این حالت تا جایی نگران کننده است. ساکنان با این رفتارشان پست بودن معرفت اکولوژی خود را نشان می‌دهند. به جز این نقلیات مخصوص پرتوکشانی نمی‌تواند آن را سری وقت تازه کند، چون قوطی‌های مذکور تماما از پرتوهای گوناگون پر شده و حتی به زمین ریختند. شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند و کارخانه واحد دولتی خدمت رسان نقلیات سنتری شهر خوجند 10 عدد پرتو قوطی‌هایی که تنها برای ظرف‌های پلاستیکی روانه کرده شده است در منطقه‌های گوناگون شهر خوجند برآورده شده است و آنها تنها برای ظرف‌های پلاستیکی می باشند. امروز از مشاهده‌ها معلوم می شود که مردم به این قوطی مخصوص پرتوهای سختی معیشی را نیز می پرتویند، اما از روی معیار این رفتار ساکنان تماما به طلبات جوابگو نیست، زیرا کارمندان اداره پرتوکشانی در مورد گرفتن و تازه کردن پرتو به مشکلی روبرو می شوند. نقلیات مخصوص پرتوکشانی نمی تواند آن را در فرصتی ضروری تازه کند. برای گرفتن پرتوهای قوطی باید یک نفر دیگر جلب کرده شود که این کاری مسئولین را دوچند می کند. در حقیقت هم آن ظرف‌هایی که برای تنها مسئله پلی اتیلنی گذاشته شده است، گرفتن آن نیز به دوشی کارخانه واگذار کرده شده است. در حدود شهر خوجند زیاده از 200 جایهای مخصوص برای پرتویی که زیاده از 1200 پرتوهای قوطی دارند گذاشته شده است که آن را باید شهروندان در وقت‌های مقرر گردیده که در جایهای مقرر گردیده آن پرتویند، نه بلکه در ظرف‌هایی که تنها برای مساله پلی اتیلنی گذاشته شده است پرتویند. این کاری ما رو دوچند مشکل کرده ایستاده است. مقامات می‌خواهد محیط تازه باشد و پرتوها به قوطی‌های ضروری گذاشته شود، اما تا حال معرفت اکولوژی و شهرداری در بعضی از ساکنان و مهمانان تا اندازه بالا نرفته است. این حالت به هوای اتمسفری نیز تاثیر می‌گذارد و باعث سر زدن بیماری‌های سرایتی می‌گردد. از این خاطر مسئولین از ساکنان دعوت می‌کنند که به تازگی محیط زیست بی‌طرف نباشند. قوطی‌های مذکور با مقصد تازه کردن جویبار و راهروها و کوچه‌های شهر از ظرف‌های پلاستیکی در 10 منطقه شهر خوجند گذاشته شده است، اما امروز وضع برعکس شده ایستاده است. فرزانه شمسی و پرستیجی، شهر خوجند.